Assalomu alaykum va rahmatulloh ustod. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Каме пештар савол мадодам, лекин эфир бад шуд, овозатон нашнидам дигар. Ҳамин дар бораи фазилати сураи Бақара савол додам ва дар ҷое шунида будам, ки гуфтанд як зане ҳамин сураи Бақараро куллан ҳифз кардагӣ будааст. Ягон ҷин, ягон шаётин, ҳатто бузургтарин қувваи ҷоду ба ӯ таъсир намекардааст, ба сабабе ки ҳамина ҳифз медонистааст. Ҳамина хостам аз шумо пурсам ва дар бораи фазилати сураи Бақара ҳамчунин. حفظ میدونست نمیدونم هر روز میخوند است، هر روز قرائت میکرد و سحر و جادو برایش اثر نکرد. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره البقره لا تستطيعها البطله، سوره بقره سحرگران نمیتونند، کسی قرائت میکنه سوره بقره خونه که سحر کرده نمیتونند. و اخذها برکه، تعلیم گرفتن این سوره بقره برکه هست. و این چونین در کدام خانه‌ای که سوره بقره قرائت کرده میشد جن و شیاطین از اونجا میگریزند. بنابراین خوب است که خاص پیش از خانه نو حاضر، پیش از خانه نو اولین کاری که انسان میکند سوره بقره را قرائت کند خودش. و این چونین خوانده است، عادتا خوانده است. سوره بقره 1.5 ساعت وقت میگیرد. این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که سوره بقره را میدونست امیر شهر تعیین میکردند. و این چونین در دیگر حدیث بودند که سوره بقره و سوره آل عمران روز قیامت مانند دو ابر حافظش را حمایه میکند، سایه میکند و غیر از این دیگر فضیلت ها هست. سوره بقره درازترین سوره در قرآن کریم است. بله استاد، همین هر روز از روی کتاب قرآن اگر تلاوت کنید میشود؟ از یاد هم نداره؟ بله از روی قرآن هم تلاوت کنید 10 ثواب است، از حفظ کنید هم 10 ثواب است. بلکه حتی حافظ قرآن هم، یعنی از روی قرآن تکرار کردنش بهتر است، مگر هم برای سنجش خودش به یک قاری دیگر، به یک طالب علم دیگر از حفظش میخواند تا اینکه درست میخواند، یعنی برای اصلاح و برای سنجیدن ذهنش که به تراویح یا به نمازها به امامتی کردن باشد تا اینکه در نماند. بله، لیکن اصلا خواهد که تکرار کند بهتر است از روی قرآن. و این چنین تکرار قرآن از یک نسخه میشد، از یک نسخه که بار اول حفظ کردید همون خیلی حفظ میکنید تا اینکه مثلا و اذا مسکم آمد در ابتدای رو، اگر از دیگر طبعه خوانید همین و اذا مسکم شاید در خط دویم بیاید یا در خط آخرین این صفحه بیاید. بعد ذهنی حافظ یعنی آمیخته میشد. اما وقتی که از یک مصحف میخواند، از یک طبعه مراد، از یک طبعه میخواند و قرآن همین خیلی به ذاکره حفظ میشد که همون صحیفه هاش قطعی حفظ میشد. کجاند و بشری الذین آمنو هست، کجاند ویل لکل همزه لمزه هست، جای صفحه ها حفظ میشد. بنابراین حافظ قرآن وقتی که نماز میخواند، امامتی میکند به مردم، همون جای صفحه ها و خاطرش میبید. بنابراین یکی از قاعده های حفظ قرآن از یک مصحف، یعنی از یک طبعه باید حفظ کند و مراجعش هم تکرارش هم از همون طبعه باشد. طبعه ها گوناگون است. مثلا خود همین طبعه مدینه طبعه های قدیم است که ما از همون طبعه های قدیم حفظ کرده بودیم، نمیتونیم طبعه های نو خوانیم. این طبعه های مثال سوریه هست، مصر هست، پاکستان هست، اینا فرق میکند، یعنی صحیفش فرق میکند. همون قرآن، همون سخنو جاش فرق میکند، کم کم پیش و قفا میشد یا عددی ورقش کمتر است. یک تا 600 صحیفه، یک تا 300 صحیفه جمع کرده از ورق رقمی خط معیده کرده، آیتی بسیار در یک خط جایگیر کرده است. همون قرآن است، فقط همین خیلی. برای همین از یک طبعه حفظ کنند تا اینکه حفظ و تکرارش خراب نشود، آمیخته نشود. بله
فهمو استاد، اگر همین از یاد کنیم حفظ کنیم اما معناش اگر ندونیم، مثال ترجمهش هیچ گپ نداره. بله، اگر قرآن یگانه کتابی که معناش هم ندانید ثواب است، این یک تا قرآن است، اما دیگر کتابای باید معناش هم دانید و حرکت کنید به معناش هم فهمیدن.